چیه؟ سلام. دست نمیدی؟ روبوسه میشه کنی. خاک مثلا این ریش چیه گوشه دیگه؟ واه امروز چرا؟ بله کلش دوله که بله بیزا سلام خورد زمین شایان اسپکس تو پادشاه شد سلام چی شده؟ شما آقا ببخشید شما سلام توضیح بده نیما بازی تموم شده کارت دارم جهیانه سیاه باشه این نیقلیون اولی هاشه داریم میدم مانی کیت مرده اینم بسر خوله You are gay? Are you gay? Are you a gay guy? ممکنه شما تلفن خانم چیزو به دوست ما بدید بلندتر بگه خودش بشنوه هی به ما میگه میخواد باش دوست میدی؟ سب کن یه شعر یادم بیاد به جای تلفنش یه بیت شعر چه ربطی داره؟ ببین میگه راه رو راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدد خب تازه کسی که 100 تا هنر داره تازه باید توکل کنه کارش درست بشه یا نشه کسی که حالا یه هنر داره یه اومد چیکار یک دایی بندش که خب اون میخواد رفیق شاید بره از خودش بگیره خب میدونه خودش هر روز میادش میخواد حالا میخواد از میلاد بگیرم کانو هم گرفتی نیستم میلاد چه؟ میلاد نمیده؟ کدوم میلاد؟ 100 تومن بدی بیا زنده خونه بردی سلام تکنو خوب داری؟ با کیفیت ها نواردم ثبت میکنی بله مانا حالا میکن مهدی سلام تیم خراب شد سلام داریوش چطوره؟ حالی چون نمیاری چجوری میخواه بگه اتهام بدی وایسته وقتی نوار میخواد آقای این مردی که دشمن رو نگارش مینداخت پارسال به خاطر اون موضوع مردی که خوف شد آقای قیتانی
شنی سرابی چه رفتش از ایران؟ دیگه نمیاد نه؟ چون معلم داره الان معلم کنی سرابی هم هست. خب دیگه نمیاد. وقتش شده من. من مریضم. سلام. من سرطان پوستم. دست قبل. آقای واقعی. سلام هستم. افلاطون بولگو هر کدوم از مردها و زمینه تشکیل خانواده بودن یه سری معیارهایی هست که باید کاملا بهش توجه داشته باشیم. خب حالا تو این درس میاد ذکر کنید آقا ما همسر که میخواستیم خب به هر حال هر کسی به سنت پیامبر بحث انتخاب همسر رو داره. هر کسی که میخواد مسلمان و پیرو به دین پیامبر باشه میگه یکی از شرایطش بحث ازدواج و تشکیل خانواده است. حالا میگه ما تشکیل خانواده داریم، بحث ازدواج رو مطرح کردیم. دیگه مهمترین مسئله ای که هر فردی به خاطر اون میاد و دنبال تشکیل خانواده میره بحث سعادت. میگه ما خودمون تک تک افراد وقتی هر عملی رو انجام میدیم، سختی هر عملی رو تحمل میکنیم، ازش میگم چرا درس میکنم؟ دیگه درس میکنم تا در آینده کسی بشم من سعادتمند بشم. پدر و مادر میگن چرا باید بچه‌ت مجبور میکنی بره درس بخونه؟ میگم من از طریق درس خوندن میخوام سعادتش تامین بشه. یعنی بره دنبال سعادت، با درس خوندن سعادتش رو میخوام تامین کنم. پس مهمترین مسئله‌ای که می‌بینید در زندگی بچه رخ نشون میده به ما بحث کلمه سعادت. میگه حالا ما هدف از تشکیل خانواده دقیقاً همین بحث سعادت و رسیدن به یک جامعه خانواده‌ای سعادتمند و از خانواده‌ای سعادتمند به یک جامعه سعادتمند. میگه با سعادت خانواده ها چجوری تامین میشه؟ ما چجوری میتونیم سعادت خانواده رو تامینش کنیم؟ میگه مهمترین مسئله‌ای که به عنوان رکن سعادت مطرح میشه گذشت و فداکاری در نسبت به